آقا من هر چند وقت یه بار واسه خودم میرم یا های پیلایف چیزی میگیرم به خودم حال بدم، مثلا میگم آقا عشق کن و فلان و این داستانا. بعد آقا یه مسافر به ما خورد فرودگاه ما، بعد ما رفتیم اینو سوارش کردیم، اومد نشست، من مثلا دیدم حالا بنده خدا نشسته دیگه، گفتم بذار بهش تعارف کنم. آقا تعارف کردم، گفتم آقا میل دارید و فلان اینا، گفت نه میل ندارم مرسی. بعد من خودم برای اینکه یه وقت تعارف کنه دلش بخواد و روش نشه بگه نخوردم، گذاشتم اون جلو تا موقعی که پیادهش بکنم. بعد 2-3 روز، یعنی دقیقا همین دیروز صبح به من زنگ زدن آقا شما میخواید مسافر رو چیزخور بکنید، به چیزی تعارف کردید خودتون نخوردید فلان اینا، خواستید بیهوشش بکنید. حالا یه ساعت عزه التماس، آقا به قرآن من نمیخواستم همچین کاری بکنم، حالا جریان براشون تعریف کردم گذشته رفته. فقط خواستم یه چیزی به این مسافری که اینجوری راجع به اسنپ زحمت کش برداشت کرده بگم. کیر پدرم به کس مادر پتیارت